استاد همین مقصد بسیار سخن در زبان میگیم جانم فدای محمد صلی الله علیه و سلام و همین گونه مثال با الله همین شد گفتن ممکن است استاد جانم فدای با الله تعالی تا جایی که میدونیم به خاطرم آمدگیش این که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه ها فدا که ابی و امی پدر و مادرم فدای تو باد. فدا این است که مثلا حضرت اسماعیل را الله تعالی به قربانی کردن امر کرد. حضرت ابراهیم راضی شده به امر الله تعالی اسماعیل را قربانی کردنی شدند که کارد نبرید. بعد الله تعالی گفت که تو از امتحان گذشتی. بعد به جای حضرت اسماعیل یک گوسفند داد از جنت، فدیه، فدا، یعنی به جای حضرت اسماعیل اون گوسفند را فدیه کردند، فدا کردند. فداک ابی و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما باد یا رسول الله. معناش چی؟ معناش این است که یعنی رفت و اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم به اسارت افتیده باشند، پدر و مادری خودم داده به جای پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم آزاد میکنم، بگذار پدر و مادری من ذبح کرده شود و اما جان رسول الله صلی الله علیه و سلم آزاد کرده شود. یعنی فدای پدر و مادرم فدای شما باد. حضرت ابو هریره هم گفتن که فداک ابی و امی یا رسول الله ارأیتک سکوتک بین التکبیر و القراءة ما تقول. خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است. گفتن که پدر و مادرم فدای شما باد ای رسول الله، برای من خبر دهید که بین تکبیر اولا الله اکبر و بین قرائتتون چی میگویید؟ یعنی استفتاح. گفتن که قال اقول، میگویم که اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق و المغرب. یعنی این بجای سبحانك اللهم با از این خیلی ذکرها 5-6 آمدگی است، 5-6 ذکری دیگر که ما از همه کوتاه‌ترینش سبحانك اللهم را میخونیم، ولی این بعد این میسد. این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. خلاصه در اینجا حضرت ابو هریره پدر و مادرم فدای شما باد گفتن و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم پدر و مادرشون فدا کردن به زبیر ابن عوام و به سعد ابن ابی وقاص. به سعد ابن ابی وقاص تیر دراز میکردن. سعد ابن ابی وقاص بسیار تیر پرانی ماهر بود. وقتی که تیر میدادن ارمی فداک ابی و امی، بپران پدر و مادرم فدای تو باد میگفتن. اما اینکه به الله گفته میشده باشد به خاطرم نیست، شاید ممکن نباشد، برای آنکه ما ملک الله سبحانه و تعالی هستیم و الله تعالی به چیزی حاجت ندارد.